تا حالا تهران قدیم رو تو دل برف دیدی؟ ما زیباترین و کمیابترین عکس‌های زمستونی تهران از دهه 30 تا 50 رو براتون جمع کردیم. خیابونای پوشیده از برف، آدمایی با پالتوهای سنگین و یه حال و هوای فراموش شده. دوستان عزیز و همراهان گرامی، درود بر شما. به کانال راوی تاریخ خوش اومدید. از اینکه ویدیوی ما رو برای تماشا انتخاب کردید، بی نهایت ازتون سپاسگزارم. قبل از اینکه بریم با هم تصاویر رو ببینیم، ممنون میشم ازتون تو کامنت ها بهم بگید اگر میتونستید فقط یه زمستون از اون دوران رو تجربه کنید، کدوم دهه رو انتخاب میکردید؟ بیایید بریم با هم دیگه ببینیم. برف بارد دانه دانه، میرود یارم به خانه. باد سردی گیسویش را میزند آهسته شانه. باد سردی گیسویش را میزند آهسته شانه. آتش سوزان عشقش می کشد در دل زبانه. می رود همچون نسیم می گریزد شاعرانه. می زند بر پیکر من اشوه هایش تازیانه. دانه های برف ریزد روی مویش، روی شانه، روی مویش، روی شانه. چشم جاودانه می کند بر من نگاهی، یک نگاه عاشقانه، عاشقانه. می دود مانند آهو، من به دنبالش روانه. دانه های برف ریزد روی مویش، روی شانه، روی مویش، روی شانه، روی مویش، روی شانه. چشمای من منتظرم، منتظر اومدنه. دلم میخواد خونه من پر بشه از عطر تنه. صدای تو، صدای تو، صدای خنده های تو منو مجبور میکنن تا که بشم فدای تو. خب عزیزان، اگر تا اینجا از ویدیوی ما خوشتون اومده، خوشحال میشم کانال ما رو سابسکرایب و با لایک کردن ویدیو از ما حمایت کنید، چون لایک کردن شما باعث میشه ویدیوی ما به کاربران بیشتری پیشنهاد بشه
و بیشتر دیده بشه. چشمای من منتظر اومدنه، دلم میخواد خونه من پر بشه از عطر تنه، صدای خنده های تو منو مجبور میکنن تا که بشم فدای تو. برف و بورانی که ایران رو فلج کرد به عنوان یکی از مرگبارترین ها تو کتاب گینس هم ثبت شده. برای من قشنگترین قصه عاشقانه‌ای، برای زنده بودنم تو بهترین بهانه‌ای، حرفای تو حرف منه، آخر قصه و غمه، هرچی که پیشم بمونی سیر نمیشم بازم کمه، حرفای تو حرف منه، آخر قصه و غمه، هرچی که پیشم بمونی سیر نمیشم بازم کمه. سیر نمیشم بازم کمه، حرفای تو حرف منه، آخر قصه و غمه، هرچی که پیشم بمونی سیر نمیشم بازم کمه. از اینکه تا پایان ویدیو با ما همراه بودید بسیار سپاسگزارم. اگر از محتوای ویدیوی ما خوشتون اومده ممنون میشم کانالمون رو سابسکرایب و ویدیوهامون رو لایک کنید، چون لایک های شما باعث میشه ویدیوی ما به کاربران بیشتری پیشنهاد بشه و بیشتر دیده بشه. ضمناً اگر نظرات خودتون رو هم در کامنت ها برامون بنویسید ما رو بیشتر حمایت میکنید. تا ویدیوی بعد شما رو به یزدان پاک میسپارم.